سلام همراهان عزیز، امیدوارم خوب و خوشحال و خوشنود هستید. هر جای باشید موفق و سری حال باشید. حالا میخوام یک داستان بسیار زیبا رو برای شما نقل کنم. یکی از شاهان و پادشاهی گویم بسیار مشهور و موفقی کشور هندوستان با نام اکبر شاه بود که خیلی حکمرانی نمود و از خود یک نامی نیک و زیبای را میراث گذاشته است. میگویند اکبر شاه یک حافظ، یک سراینده و یک یاردمچی همراهی که همه وقت هنگام غمگینی اکبر شاه برای او یگان اسباب موسیقی را می نواخت یا برایش یگان سرود را زمزمه می کرد. یک روز اکبر شاه به این فکر می رسد که تامسین که اینقدر آواز زیبا دارد، اینقدر دستان ماهر دارد، یعنی اگر گیم باربدی مروزی خودمان، یعنی خیلی چیره دست بوده است. این تامسین ما میگوید اکبر شاه که حتما یک استاد باید داشته باشد و تامسین را نزد خود دعوت میکند و از تامسین میپرسد: تامسین عزیز، من از تو خیلی منت دارم که طول اینقدر سالها تو در کنار من بودی، با نواختن و با سراییدن روح و قلب مرا شاد میکردی و حالا میخوام یک سوال به تو دهم. آیا تو در این سمت، در این ساحه استاد داری؟ تامسین میگوید بله، من یک استاد دارم با نام هرادات و او هم خیلی فوق‌العاده و ماهر است. اکبر شاه میگوید آیا امکان دارد که او را به قصر دعوت نمایی؟ تامسین میگوید متاسفم شاهم، او به هیچ کاری دعوتی میل ندارد. او هر وقت که خودش خواست زمزمه میکند، هر وقت که خودش خواست یگان اسباب موسیقی را می نوازد. اکبر شاه که از هنر و مهارت تامسین بسیار در حیرت بود، میگوید اگر او استاد این باشد پس حتما او را من باید ببینم که او از چی هنر، از چی مهارت والای برخوردار باشد. خب به تامسین میگوید تو پیدایش کن، ما حتما روز به سراغ استاد تو یعنی هرادات میرویم. تامسین جستجو میکند و پیدا میکند که استاد او هرادات در یک دهه دوردست زندگی میکرده است و وقتی که به اون دهه میرود از مردم دهه پرسان میشود که هرادات کی سرود میخواند، کی مینوازد و افراد ده میگویند که هرادات تنها ساعتی 3 صبحگاهی چون اهل ده همه خوابند به سراییدن و نواختن میپردازد. تامسین میآید نزد اکبر شاه میگوید شاهم، هرادات استاد من در فلان دهه قرار دارد و تنها ساعتی 3 صبح او به نواختن و سراییدن میپرداخته است. اکبر شاه راضی می شود. هر دو همراه تامسین و چند دوستان دیگر می روند به اون دهه و پنهانی منتظر سراییدن و نواختن هرادات می شوند. واقعا ساعتی گفته فرا می رسد، هرادات به نواختن و سراییدن آغاز می کند. چند وقت نمی گذرد که اکبر شاه زیر تأثیر این آوازی بسیار فارم و دلنشین می افتد و به اختیار از چشمانش اشک جاری می شود و همین گونه ساکت و آرام اکبر شاه با همان تأثیراتی که برداشته بود از آواز و مهارت هرادات همراه دوستان و نزدیکانش برمیگردند به قصر. چون به قصر برمیگردند به تامسین میگوید که تامسین، من از هنر و مهارت تو هیچ گیله و شکی ندارم. من میدونم که تو فوق‌العاده ای، اما واقعا استادت از تو
بهتر میخوانده است. صدایش بسیار فارم و دلنشین آنچنان با روح و اجزای من تأثیر کرد که از چشمان من اشک جاری شد. آیا با من گفته میتوانی که سر و اسرار هرودوت در چیست؟ تامسین میگوید بله شاهم. تو ببین، تو سرور یک کشور هستی. من به خاطر امرار معاش، به خاطر یک معاشی که به من میدهی، من طول چندین سال است که در کنار تو هستم. اما هرودوت به این چیز نیاز ندارد. او همه آن کاری که انجام میدهد از عمق دل برای روح خودش می نوازد و می خواند. به این خاطر صدای او بسیار دلنشین است. یعنی حکمت از این داستان عزیزان چیست؟ با این داستان نقل کردن میخوام به شما چی بگویم؟ واقعا اگر ما و شما نیز همه آن کاری که میکنیم بدون یگان انتظاری از کسی، اگر کارمان را از ته دل انجام دهیم، همین گونه تأثیرگذار، تأثیررسان خواهد شد. یعنی طور میگن آنچه از دل برآید به دل نشیند. و بسیاری از ما کارهایمان را به خاطر سپاس، به خاطر تشکر، به خاطر تعریف شنیدن از کسی انجام میدهیم. به همین خاطر است که کارهای ما به آن طوری باید و شایده که ما انتظار داریم استقبال نمی‌یابند. به همین خاطر عزیزان، در هر جا، در هر مورد و در هر موقعیتی که قرار دارید، از ته دل کار کنید. از ته دل کار کردن است که شما را کامل می‌گرداند، شما را موفق می‌سازد و شما را یک انسانی پیروز می‌گرداند. اگر این داستان به شما پسند است، حتما فکر و ملاحظه‌های خود را نویسید تا اینکه ما از تجربه شما آگاه گردیم. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.